وقت شما بخیر دوستان. امروز اومدیم یه کار معرفی کنیم. لوکیشن اردبیل، شهر سرین. این کار تمام رنگی، رنگ پلیورتان، ارتفاع 2.65 متر با لاین نوری، درب دکوفیکس. علی آقا بیا اینور. قسمت‌ها رو داریم. هود مخفی، صفحه 65 بین کابینتی از جنس خود صفحه هاست. کشوهای با ریل زیرخور آرامبند. ما اینجا رو کم گرفتیم به خاطر اینکه این با این تداخلی نداشته باشه. جک دیلایت ترک با لاین نوری، صفحه ها عرض کم 65. یه کافی بار این طرف داریم. این آشپزخونه با این متریال 250 میلیون تومان. با ما باشید. اینجا یک کمد دیواری داریم 4.80 متر در قد 2.65 متر. دربا همه وکیوم، ریلای کشوها همه آرامبند زیرخور به این صورت. پشتبند کمدها 16 میله مثل جنس بدنه هاست. لولاها آرامبند فرو از برند خوبه. یه آینه داریم اینجا با فریم های آلومینیومی که کار کردیم. این کمد قیمتش رو برای این دوست عزیزمون زدیم متری 15 میلیون تومان. یه کمد دیگه هم داریم تو این اتاق با عمق 80 سانت که بازم پشت این جنس 16 میله مثل بدنه هاست، به خاطر اینکه توی فشار لافتوشک که میذارم پشتش در نیاد. این کمد هم قدش 2.65 متر، عرضش هم 1.50 متر. درش هم که وکیوم هستش. ممنون که ما رو دنبال میکنید.